ما انسان‌ها کلاً موجودات تنهایی هستیم. این احساس تنهایی حال آدمو بد میکنه. رفقا بیایید تنها بودن خودمون رو در دنیا بپذیریم. این تنهایی همیشه هست. شرایط زندگی ما به گونه‌ای است که ما همیشه خودمون رو تنها، بی پناه و بی غمگسار میدونیم. چرا؟ چون خدا پنهان شده از دیده ها. چون خدا با ما مستقیما در حال گفتگو نیست. چون خدا مستقیما در حال رد و بدل کردن آثار اعمال ما و عکس العمل نشون دادن به ما نیست. پس نباید فوری به ما عکس العمل نشون بده. نه برای کارهای خوبمون نه برای کارهای بد ما فوری خدا عکس العمل نشون نمیده. این معناش این نیست که نیست. این معناش اینه که تو خودت باشی، روی پای خودت بایستی. اگر خدا بنا بود برای هر رفتار ریز و درشت تو فوری عکس العمل نشون بده، دیگه تو به خاطر منافعت تحت تأثیر این عکس العمل ها زندگی میکردی. انتخاب تحت تأثیر این عکس العمل های فوری بود. ارزش های درونی خودت نشون نمیدادی. امکان خطا پیدا نمی کردی. خلاق نمی شدی. خب در این دورانی که می خواهیم انتخاب کنیم حق انتخاب داریم یا نه؟ برای اینکه حق انتخاب داشته باشیم خدا دور ما رو کمی خلوت کرده. برای اینکه ما حق انتخاب داشته باشیم خدا عکس العمل فوری نشون نمیده. و وقتی عکس العمل فوری نشون نداد فکر میکنیم خدا نیست. و وقتی عکس العمل فوری نشون نداد نه تنها فکر میکنیم خدا نیست، طبیعتا فکر نمیکنیم او مهربان هم هست. اگر میدیدیم او رو در عکس العمل‌های مداوم مهربانی او رو هم میدیدیم، نمیبینیمش. این عکس العمل‌های مهربانانه خدا رو نمیبینیم. خب خدایا نشون بده. میفرماد خب اگه من نشون بدم که تو دیگه خودت نیستی، مستقل، میخوام رو پای خودت بایستی، خب باید ازت فاصله بگیرم. بعد تو نمیبینی این عکس العمل‌های مهربانانه من رو. چرا ما مهربانی خدا رو نمیبینیم؟ دیر باور میکنیم. برای اینکه خدا یک کمی پنهان شده از دیده ها و یک کمی این عکس العمل هاشو به ما نشون نمیده. عکس العمل هایی که 99% ممیز 99% ممیز 99% ممیز 99% ممیز 99% تا صبح مهربانان است. اگه برای یه دونه کار کوچولوی خوب ثوابایی که در نظر گرفته رو میریخ رو سرمون یه بار، میگفتیم خدا چی کار داری میکنی؟ من که کاری نکردم. یه بار اگه خدا لب باز میکرد با ما حرف میزد در اثر کار خوب میمردیم. اگه لب باز میکرد چی میگفت؟ شما فکر کنید خدا اگه در اثر کار خوب ما میخواست یه چیزی به ما بگه چی میگفت؟ که ما رو بکشه در جا. اگه خدا میخواست لب باز بکنه بعد از یه کار خوب به ما یه چیزی بگه، میدونید چی میگفت؟ میگفت به من لطف کردی، من به تو لطف کردم، من به تو، به من احسان کردی. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ من به تو احسان کردم، من به تو چی میتونم برسونم؟ نکش منو اینجوری با این حرفات، یه جایزه بده برم. نه، تو به من احسان کردی، حالا منم به تو احسان میکنم. تو به اندازه خودت احسان کردی، منم به اندازه خودم به تو احسان میکنم. تو محدودی، همینقدر بودی، من که نامحدودم، من نامحدود به تو احسان میکنم. به خاطر همین یه دونه کاری که من کردم. ما چون خدا پشت پرده غیبته و عکس العمل فوری مخصوصا برای بدیهای ما نشون نمیده،
مهربانیش رو درک نمیکنیم، چون خدا پشت پرده غیبته و عکس العمل فوری برای کارهای خوب ما نشون نمیده و خیلی هم سختشه، خیلی دشواره براش. دوست داره بعد از یه کار خوب ما رو بغل کنه، جیغ بکشه، بندازه هوا بگیره، کوچولوی من، بنده نازنین من. ولی نه، خودداری میکنه. کار خوبی کرده بندم، نگه دارید براش، نگه دارید. برش تا عکس العمل هورا میخوان بکشن، کل بکشن، نقل بپاشن، گل باران کنن، معطر کنن وجودش، صداشو در نیارید، بذار خودش باشه. تشویق نکنید بچه‌مو، تکرار میکنه خودشو، میخوام بره جلو، هیچی نگید. فکر میکنم فرشته ها بغض میکنن فرشته ها، گریه میکنن، خدا بذار ما به این بنده خوب تو خدمت. اصلا حرف نزن. و این چنین است که ما نمیتوانیم بفهمیم خدا چقدر مهربان است. و این چنین است نمیتوانیم بفهمیم خدا مهربان است. و این چنین است نمیتوانیم بفهمیم خدا چقدر مهربان است. چقدر مهربان. ماها ایمان به خدای نامهربان داریم، رسما میگیم نه اونقدر که دلسوز نیست که تازه وایستاده ببینه من کجا خطا میکنم بزنه. مشکلات فقط میان تو زندگی آدم ببینن آدم حواس پرت میشه یا نمیشه. بازیه، اینا جزء بازی دنیاست. این مشکلات رو یکی یکی میاره، خوشی ها رو میاره، ناخوشی ها رو میاره، ببینه تو حواست پرت میشه یا نه. فقط حواست پرت نشه.